تو را باز پروردگار میخواهد بیدار کند، گوش داد کند تا که تو در غفلت نمانی. باز تکرار کرد پروردگار، لیکن بارانگی دیگر تکرار کرد. اگر تو در سوره لقمان آداب نگرفتی، اگر سوره لقمان گوش کردی، از این گوشت به آن گوشت گذشت، باز سوره احقاف پروردگار به گوشی تو میرسانه. یعنی از سوره احقاف شاید که تو آداب گیری، شاید که تو در سوره احقاف ناحرمتی پدر و مادر در نقطه گذاری و سر تعظیم برای حرمت پدر و مادر کشاده گردانی. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. برادر عزیز بگید، پروردگاری که مرگ تو در دست اوست، حیات تو در دست اوست، پروردگاری که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، پروردگاری که هر عبادتی تو را میگوید من نظر دارم، هر قدمی تو را در تاریکی و در روشنی میبینم، پروردگاری که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، پروردگاری که هیچ چشم در دنیا قدرت دیدن من ندارد مگر من همه چشمها را میبینم. همون پروردگار میگوید، همون پروردگاری که تو در یک عالم نابودی و نیستی بودی، در شکم مادر به واسطه نطفه تو را پیدا کرد، انا همون پروردگار تو را اشاره میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ای جوان، ای بنده خدا، پروردگار میگوید در خانه‌تان همون انسانی که نامش آتش و نامش آچه است، یا نامش پدر است یا نامش مادر است، الله میگوید تو را توصیه است. وصینا به معنای توصیه، به معنای سپارش است. سپارشت میدهم، حکم میکنم بالای تو. چه حکم دارد؟ چی سپارش میدهد پروردگار؟ سپارش میدم که بالوالدین احسان. یکی مبادا تو همین آته و آچته یا همین پدر و مادر تا یکی نرنجانی، نکند که تو همین قرار منه، همین حکم منه نادیده گیری، نکند که تو در همین دنیایی که یک روز از روزها عمر تو به چنده که نباشد، من تو را بر نزد خودم دعوت میکنم، نکند که در همین دنیایی که تو اینو پدرود میگویی، وقتی از این دنیا گذاری و پدر و مادر در رفتن تو خرسند باشند، یا دعای نیکی اونها را نگیری. نکند که همین خیلی به دعای پدر و مادر خانه قبر بیایی و الا خانه قبر برای تو خانه آتش میگردد. نکند که هم به خانه قبر بیایی. سپارش میدیم پروردگار میگه دادر عزیز، سپارش فرمان حکم بالوالدین احسانا. به این دو، به این پدر و مادر احسان فقط و فقط نیکی کن. هیچ وقت در حق این دو تو بدی را روا مبین، هیچ وقت نقشه مکش، هیچ وقت به دلت آرزو هم نکن که یگان بدی را بگذران. زیرا پروردگار در سوره اسراء میگوید ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. پروردگار میگوید بندگان من، وقتی شما در پدر و مادر خدمت میکنین، با کدام مقصد خدمت میکنین، با چی نیت خدمت میکنین؟ من از داخل سینه تو درکدار هستم. تو با کدام مقصد خدمت میکنی؟ نیتی تو چیست؟